با هم یکی از عجیب ترین آپشن های BMW رو ببینیم، ولی قبلش اگه دوست داری برای پدرت BMW بخری قلب برام این زیر کامنت کن. این BMW تازه واردیه که توی ایران اومده و خیلی بازار تازه‌ای هم داره. این iX1 جدیده. یه آپشنی میخوام ازش بهتون نشون بدم، خیلی عجیب غریبه. ببینید من همین مسیری که دارم میرم و مدل‌های مختلف میخوام باش رانندگی کنم تو همه جوره که ببینید چی جوریه. اینجا رو ببینید، کل این مسیری که رفتم و دنده عقب میزنم، اینجا یه آپشن داره به اسم ریورس. فقط نگاه کنید، من اصلا به هیچ چی دست نمیزنم، فقط نگاه کنید. عین همون چیزی که اومده رو دوباره برمیگرده به سمت عقب. یعنی اصلا خیلی چیز عجیب غریبیه. ببینید و به انتهای اون نقطه هم که برسه خودش تموم میکنه. ببینید اینجا بهتون گفت تمام.